شخصی نزد حکیمی رفت و گفت پسرم نماز نمیخواند، چه کنم؟ حکیم گفت از فواید نماز برایش بگو. گفت گفتم ولی باز هم نمیخواند. گفت از قیامت و معاد برایش بگو و از عذاب جهنم بیمش ده. گفت کردم، باز هم نمیخواند. حکیم گفت خب چه مرگشه؟ شخص گفت میگه خودت بخون تا منم بخونم. فعلا روشن باش ناکس، صاف داری به مقام عظما و حاجی روحانی میزنی که خودشون تو 7 سوراخ قایم میشن که کرونا نگیرن، اون وقت میخوان 14 میلیون بچه رو برفرستن مدرسه. آیه دکتر این نقض پروتکل نیست که رو صحبت خودم قبل از اینکه حرفی بزنین و از مرحوم ابوی بگین منو روشن میکنین؟ غافلگیرت کردم دیگه، خوبیش به همینه. ولی باب نشه که نطق ما رو کور کنین که دیگه از این داستان آموزنده رو باشه نگم. آیه دکتر قبوله، بزن قدش. دوباره کنه. غافلگیری ما. آی دکتر وقت نداریم این کلکه رو ادامه بدیم. وقت نداری، یه جرأت نداری ناکس. آی دکتر چطور تو همه کشورها وقتی مقاماتشون فاصله اجتماعی رعایت میکنن تعریف و تمجید میشن که پروتکل رو رعایت کردن، به ما که میرسه مسخرمون میکنن. آخه اونا که خودشون فاصله رو رعایت میکنن دیگه نمیاد 14 میلیون رو برفرستن مدرسه. شباهتش گولت نزنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن یاریو داشت دوقلو داشت کپی خودش که باباش هم عوضی میگرفتشون. داشت خیلی خلاف بود، سیبیلای آویزون، موهای ژولیده، نگاه غضبناک، تیپ خشن. هرچند بهش نصیحت میکردن که بابا آدم بشو نبود. تا یه روزی یه عکس واسه داشت دوقلوش فرستاد، سیبیل آنکاد، موهای مرتب، نگاه مهربون. داشتم تعجب کرد، خوشحالم شد. بعد براش یه نامه داد که گفتش که باری کلا بالاخره آدم شدی. طرف جواب فرستاد مشنگ عکس خودتو برات فرستادم، من هنوز آدم نشدم، از این قرتی بازی ها خوشم نمیاد. روشن شد یا بذاره من تو دنده دو یه حول کوچولو با یه نیشگاه. یعنی این حاجی روحانی بعد از یه عمر کار تو دستگاه اطلاعاتی نمیفهمه این به ضرر نظامه؟ اولا تو نرو این نیش ترباز فقط حاجی روحانی نبودا، با اون مقام چیز که اسمشو نمیارم با هم تصمیم گرفتن. دوم یه چیز دیگه میترسه، 14 میلیونی که میگی اگه نیاره مدرسه کی کجا میخواد کنترل کنه؟ بهتره بیا مدرسه. فهمیدم که مثل آبان ماه پارسال نشه. این تازه فهمیدنته که آدم رو دق مرگ میکنه. اگه نفهم بوده دیگه چی لو میدادی تو نظام؟ یه معمای آموزنده. میدونی اون کدوم مرضیه که خود آدم رو نمیکشه ولی بقیه رو دق مرگ میکنه؟ نفهمیه. فهمیدم یه دونه طلبتون تو موقع مقتضی از خجالتون تو در بیام. حالا که لو دادی چی میترسن؟ اقلا استراتژیش هم بشنو که خلاصه ثواب نبرده اینجا نری. آخرش نظام سر همین بازگشایی هم عقب نشینی کرد. این دنده عقبی که نظام رفت یه توپوزیه واسه بقا بزبا. یعنی همون ترسی که گفتی سر جا خودش هم هست. سربسته گفتم نمیدونم چقدرش رو فهمیدی. هرچی هم تو جبهه اجتماعی و اقتصادی و بازگشایی مدارس فک نظام پیاده شده باشه یک پیروزی چشمگیر دیپلماتیک داشتیم. سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران ضربه سنگینی به استکبار جهانی بود که آمریکا اگه سقوط نکنه باید بره مثل خودمون جشن بگیره. یواش بزن رو ترمز ناکس. اولندش همیشه قبل از قیافه گرفتن یه نگاه تو آینه بکن که قیافه داری یا نه که میخوای بگیری. دومندش تو اصلا میدونی طرف واسه چی اومده بود؟ نه خیر، سوال منم همین بود که بعد از این پیروزی چشمگیر چرا هیچ خبر چشمگیری نشد آیه دکتر؟ میخواستی مثلا چه خبری بشه؟ صبر کن. سوئیس حافظ منافع آمریکا تو ایرانه. نکنه تقسیم کار بین اروپا و آمریکا بوده. اون نظام هم که همیشه از آب کره میگیره هیچی از دستاوردهای این سفر نگفته. ببخشید آقای دکتر ایشون حامل پیام بود یا تهدید؟ ناکس این حساب کتابا رو می‌خواستی قبل برنامه بکنی. همه چی رو لو داده، تازه چه افی هم میاد قبل از اینکه بال پرواز در بیاری و بری اون بالاها واسط خونه کنی واسه خودت. این درس استراتژیکی رو داشته باش. پرواز با پرتاب فرق میکنه.
وقتی پرواز میکنی میری اونجایی که میخوای، وقتی پرتاب میشی میری اونجایی که اونا میخوان. پس باز به مقام عظما توصیه کنیم که حواسشون جمع کنه این وسط سنگی تو سر نظام نخوره. اولش همین الانم که حواسش پهنه، جمع نیست، چون از همه طرف داره سنگ میاد، از یه جا که نمیاد. دومندش الان که طرف اومده تهدیدش هم کرده، تازه الان داری میگی ناکس. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن کلاغه به جوجهش نصیحت کرد که هر وقت آدمی رو دیدی که خم شد تو در رو، چون خم شده که سنگ برداره بزنه تو سرت. جوجه گفت قربونت این قدیمیه، الان تا آدم دیدی در رو، چون قبلا سنگو برداشته تو آسیلش قایم کرده. روشن شد یا یه رنگ سفیدی قاطیش کنم که برات روشن شه؟ آقای دکتر شما با دست روشن میکنه یا سنگ تو آسینتون داری که اینطوری داغونم کردی؟ ناکس برو سر سوال بعدی. در جریان سفر رئیس آژانس انرژی اتمی هم مثل اینکه رودست خوردی. آره فکر کردیم یه چیزی میره تو جیبمون رفت تو کتمون. بازم همون حرفا رو زد. البته این دفعه خودمون دعوتش کرده بودیم. چه فرقی میکنه؟ چه سنگو بزنی به کوزه، چه کوزه رو به سنگ، کوزه میشکنه دیگه. نمیشد 4 تا بهانه درست کنیم و بیایم این قضیه رو یه جوری جمع جورش کنیم؟ بهانه هامون از خود غنیسازی ضایع‌تر بود. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن دزده رفت خونه یکی تلویزیون بدزده، گفت اول بذار روشن کنم ببینم کار میکنه یا نه. تلویزیون فوتبال پخش میکرد، اینم سرگرم تماشای فوتبال شد. صاحبخونه مرسی که سر رسید گردنشو گرفت و تو کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ دزده هول شد، گفت من والا بازیکن فوتبالم، همین چند دقیقه پیش داور اخراجم کرد. روشن شد یا یه کارت قرمز واسط در بیارم. دکتر در ادامه بحث آژانس این مکانیزم ماشه مگه چیه که اینقدر ازش میترسیم؟ نظام ما که کم تحریم نشده. هر کی رو که با نظام همکاری و همدستی بکنه یه طوری نقره داغ میکنه که طرف دیگه دور و بر نظام پیداش نشه. مرحوم عوضی یه مگسکش سفید خوش دست داشت که ازش برای تنبیه قلومتون بزن بهادر کوچیک استفاده میکرد. کار به جایی رسیده بود که هر وقت دستش میرفت به مگسکش اول بزن بهادر کوچیکی در میرفت، بعد مگسا. آیا دکتر خودتون چطور؟ فضولی موقوف با این حرفای نیشدار بیجات. کسی بخواد خاطرات بد یادم بیاره خاطره بد براش میسازم. روشن شد یا مگسکش سفید برات بیارم؟ خیر آقای دکتر، به عنوان حسن ختام حکایتی تعریف میکنم. کشاورزی فقیر شتر پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد. خب فرصت ندارم بقیه‌شو تعریف کنم، ولی پند اخلاقیش اینه که آخر برنامه دعوا نکنیم. یا کستام گرفتی بارو، پس منم به عنوان حسن ختام یه بار روشنت میکنم که بفهمی که باید دعوا کنی. دعوا